توجه، کاربری و نظارت دائمی جلب جوانان به خدمت حربی که سالهای قبلی با مشکلات زیاد اجرا میشد. در دو دعوت آخر حل پوره خود را پیدا نموده، نقشه دعوت جوانان به صف قواهای مسلح مملکت در ولایت ختلان در روزهای اول معرکه دعوت به پورگی تأمین کرده شد که این تشبس در سالهای استقلال دولتی در ولایت پدیده بی‌نظیر است. چنین نشان دهنده در تاریخ ولایت اولین مراتب است که در روزهای اول نقشه دعوت به پورگی اجرا شود. از فرصت مناسب استفاده نموده مینداری صمیمی خود را پیش از همه به شما جوانان باننگ و ناموس، پدر و مادران، مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای دخلدار که در اجرای نقشه دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند بیان می‌نمایم. با باوری کامل میتوان گفت که جوانان ولایت ختلان در صف قواهای مسلح کشور وظیفه با شرف و مقدس خود حمایه وطن محبوبمان، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم تاجیکستان را با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر و مهمتر از همه با روحیه بلند وطن دوستی، صداقت و دولت، وطن و خلق خویش اجرا می نمایند. ما به جوانان باننگ و ناموس، نیرومند و شرفمند ولایت که فرزندان ملت صاحب معرفت و تمدن ساز و آبادگر و سازنده تاجیک می باشند افتخار می کنیم. راهتان سفید، اقبالتان بلند باشد. فرزندان عزیز، جوانان قوی روح و شرفمند ولایت ختلان، همفکر و هممرام بر سخنان افتخاری هدایت کننده پیشوای معظم ملت تاجیکستان به پیش.